الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز اهل توحید، بارک الله فیکم. بإذن الله سبحانه و تعالی شروع میکنیم به حلقه 13 از شناسایی خوارج، آموزش خوارج و کشف شبهات آنها. و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه به شما در موضوع مجملا صفتهای خوارج را که آموختیم مختصر بیان می نماییم که ما در حلقه های گذشته وقتی که خوارج قدیم را گذاشتیم چی صفتها را از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت خوارج آموختیم و بعد از این که صفت های خوارج را بیان کرده می شویم مختصرا به شما عقیده های خوارج قدیم را که آموختیم بیان میکنیم. یعنی اگر بگویم این حلقه خلاصه مهمی 12 حلقه گذشته از شناخت خوارج های قدیم است. در 12 حلقه گذشته ما خوارج های قدیم را آموختیم. حالا در این حلقه مختصر کرده میگیم که نتیجه آموزشی که ما آموختیم از این خوارج های قدیم چی است؟ انا این صفت های خوارج را آموختیم در احادیث، انا این اعتقاد خوارج را آموختیم و بعد از این که صفت های خوارج که در احادیث رسول الله آمده به پایان رسید که ما در یکی از اولین حلقه ها حدیث های رسول الله در بالای خوارج ها را به شما گفته گذاشته بودیم. عقیده های خوارج را که خلاصه و جنبسته میکنیم و بیان میکنیم با همین آموزش و شناخت خوارج های قدیم به پایان میرسد. ما به اذن الله شروع میکنیم به خوارج های قدیم جدید. بعد از خوارج های قدیم را فهمیدن انیق و دقیق یک حلقه دو حلقه دیگر به خوارج های جدید شروع میکنیم. بارک الله فیکم. حالا ببینید که اولین صفت خوارج هایی که ما آموختیم چی بود است که خود رسول الله بیان نموده. خوارج ها همیشه به مسلمان ها می جنگند، خون مسلمان ها را حلال می کنند، قتل مسلمان ها را جایز و حلال می شمارند، ولیکن به کافرها در امن و در صلح و در امان هستند. این است یکمین صفت خوارج. خیلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان نمودند که در حدیث متفق علیه ثابت شده است که پیامبر میگویند یقتلونهم اهل الاسلام و یدعون اهل الاوثان. خوارج ها اهل اسلام را به قتل میرسانند ولی اهل شرک و کفر را آرام میگذارند. که ما این صفت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کرده را که نسبت خوارج بیان کردند در خوارج های قدیم دیدیم که خیلی تاریخ جنگ های خوارج را بیان کردیم. از روز پیدایشش خوارج تا امروز فقط به مسلمان ها جنگیده است. صفت دوم خوارج ها
که ما از احادیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آموختیم این است که قرآن را تلاوت می کنند ولی نمی فهمند. یعنی فهم آنها نسبت قرآن بسیار غلط است، بسیار خطا هست. برای همین اینها را چی میگن؟ قرآن را نمی فهمند. قرآن را می خوانند، بله بسیار می خوانند، اما چنانه که باید درست و صحیح فهمند انا همان گونه درست و صحیح نمی فهمند، خطا می فهمند. خیلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند در حدیث متفق علیه: یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیهم. خوارج‌ها قرآن را میخوانند ولیکن از انمون گردنشان، حلقومشان به پایان نمی رود. یعنی قرائت را به قلبشان نمیفهمند، زیرا که فهم این عمل قلب است. خیلی که ما این چیز را هم در خوارج‌های قدیم و هم در خوارج‌های جدید می‌بینیم. خوارج‌ها از روز پیدایششان شعاری که از آیت این الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا ایه گرفتند نفهمیدند، شعار خودشان را خوب نفهمیدند. همیشه از سبب جهل به شریعت بدعت‌های را در تشدید و در غلو زیاده کردند تا امروز خوارج‌ها را هم چگونه کس می‌بینیم این جوان‌های کم سن و جاهل را که آیت ها را از پیش خودشان و عقل خودشان شرح می‌دهند نمی‌فهمند. صفت سومی خوارج‌ها که از احادیث رسول اکرم آموختیم این است که خوارج‌ها عبادتکارند و زاهدند. چرا رسول الله این سخن را به ما بیان کردند که خوارج‌ها عابدند و زاهدند؟ تا که شما به عبادت اونها، به زاهد بودن اونها فریفته نشوید. چگونه که امروز اکثر انسان‌ها خوب بودن یک نفر را در اساس زیاد بودن عبادتش، زاهد بودنش، یعنی از دنیا دور بودنش و دنیا را ترک کردنش بهاگذاری کرده او را حق میگویند. در اینجا رسول الله به شما تعلیم داده ایستادند که بها گذاشتن، یعنی درست یا نادرست، حق یا ناحق گفتن در اساس زیاد بودن عبادتش، در اساس زاهد بودنش حکم کردن نمی شود، بلکه حکمی یک نفر که این حق است یا باطل است، این در منهج درست است یا در منهج باطل است، اهل سنت است یا اهل بدعت است، این در اساس اعتقاد است، در اساس عقیده یک نفر ما این حکم را میگذاریم. اما شما وقتی که به ظاهر بها میدهید، به اعتقاد بها نمیدهید، بسیار وقت خوارج ها را طرفداری کردن تو ممکن است. زیرا که خوارج ها از نظر عبادت، نماز و روزه و قرائت قرآن مثلا از دیگرها زیادترند و اینچین از نظر زهد شاید از دیگرها زیادترند. خیلی که رسول الله در حدیث متفق علیه آمده است: یحقر احدکم صلاته مع صلاتهم. یکی از شما مسلمان ها نمازش را در نزد نماز خوارج ناچیز می شمارد و روزداریش را در نزد روزداری خوارج ناچیز می شمارد. روزه و نماز شما در نزد خوارج ناچیز است. رسول الله به شما این را برای چی گفتند؟ فریفته نشوید. به نماز و به روزه کسی فریفته نشوید. اصل اعتقاد است. چگونه ما امروز میبینیم بسیاری مردم عامه، مردم عادی، صوفی ها را طرفداری میکنند به خاطر جیلتکی اونها، سله اونها، گریه اونها یا بعضی از بمانند زهد اونها. و این چنین می شود که خوارج را هم طرفداری بکنند به خاطر زهد عبادت اونها. اما این غلط است. شما هر کسی را که طرفداری کردنیت، طرفگیری و نصرت دادنیت، باید پیش از همه از عقیده او باید باخبر باشید، نه از ظاهری او. بارک الله فیکم. نشود که شما را فریب بدید. چهارمین صفت اونها الغلو فی الدین است. غلو در دین. اونها غلو میکنند در دین الله سبحانه
و تعالی سختگیری میکنه، یعنی به جانب سخت روی. آن چیزی که در شریعت است آن را بیان کردن این غلو نیست، اما آن چیزی که در شریعت نیست، در دین نیست، انا همون را بیان کردن و سخت به جانب سختی رفتن، این غلو است. در دین ما جایهایی هست که الله در اونجا آشکار و واضح بیان کرده، در اونجا عذر نیست، نه جهل و نه تقلید و مثلا نه تعویل نه اجتهاد. او بخشیده نمی شود به هیچ کسی. اگر کسی توبه نکرده بمیرد بخشیده نمی شود، به مانند شرک اکبر، کفر اکبر. اما جایهای دارد شریعت ما که جایهای سبکتر است، بخشیده می شود، بدون توبه هم رود، در زیر مشیت الله هست. الله به کسی خود می بخشد، کسی را خود عذاب می دهد و بالاخره آخرت او جنت است. اگر مسلمانی که در بعضی از واجبات یا به بعضی از ترک کرده و یا به بعضی از محرمات گناه کبیره واقع شده باشد. و گناه‌های هست که اصلا انسان به سبب کارهای نیکش گناهایش نابود کرده می شود. یعنی حالتها وجود دارد، تقسیمات و ترتیبات. هر کسی که از این حد و حدود الله گذاشته زیادتر می رود، سختتر می رود، این غلو در دین کرد، سخت روی کرد. و هر کسی که من آسان می کنم گفته دین را به نابودی می برد، اینم جفات است و غلو در پسزنی کرد. بلکه دین ما جایهای جدی و سخت دارد و جایهای سبوکی و ملایمی و مهربانی دارد و هر یک چیز در جای خودش است. کسی که جایها را عوض میکند گمراه است. بمانند دو قنات شیطان که قنات یک سیاه شیطان خوارج است که از حد و حدود الله گذشته آن جایهایی که الله سبحانه و تعالی میبخشم گفته، آن جایهایی که عاقبتش جنت است، باز آن جایها را سختگیری کرده تکفیر میکنند، حکم ابدالابد جهنمی میگذارند. از جانب دیگر قنات دیگری شیطان این جهمی ها هست که آن جایهایی را که الله گفته نمیبخشم، به مانند کفر اکبر و شرک اکبر که الله در سوره نساء 48 میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. به درستی که الله نمیبخشد هر کسی را که به او شرک قرار میدهد، شرک را انجام میدهد، اما بغیر از این دیگر گناه ها را میبخشد. یعنی شرک اکبر و کفر اکبر و حتی شرک اصغر بخشیده نمیشه، در روز قیامت جزا میگیرد. البته شرک اصغر بعد از جزا جنت میرود، صاحب شرک اصغر. اما شرک اکبر و شرک و کفر اکبر ابدالابد در جهنم است، جنت براش حرام است. انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار و ما للظالمین من انصار. به درستی که هر کسی که شرک میکند جنت براش حرام است و بازگشت او جهنم است و برای ظالمان نصرت دهنده نیست. خودی الله میگه سبحانه و تعالی. ولی جهمی ها آمدند و اینها را انکار کردند. برای همین ما براءت خود را از دو قنات شیطان، از این غلو کرده ها و از این جهمی های جفات اعلان میکنیم. این صفت چهارمین اونها است. صفت پنجمین خوارج ها این که خیلی معروف است، وحدت مسلمان ها را میشکنند، تفریقه در بین مؤمنین و موحدین میکنند و قدرت اونها را نابود میکنند. خیلی گفتیم خوارج همیشه بر ضد موحدین است. آیا تا امروزی که شما توحید را آموختید و فهمیدید خوارج حقیقی را دیده بودید؟ نه. زیرا که اگر به صوفی ها نظر بکنید، صوفی های قبوری، حزبی های طاغوتی قبوری، رافضه ها و دیگر از جهمی های قبوری، اینها خوارج گفته اهل سنت را میگویند. از سبب اینکه اینها خودشان قبوری اند و جهمی اند، اهل سنت را خوارج میگن. لیکن تو وقتی که در حقیقت اهل سنت میشوی، در حقیقت پایبند قرآن و سنت با فهم سلف این امت میشوی، در این وقت میبینی که خوارج های حقیقی کیها هستند. زیرا که خوارج حقیقی هرگز مبارزه به قبوری ها نبرده، هرگز مبارزه به حزبی ها نبرده، هرگز مبارزه به رافضه ها نبرده. خوارج حقیقی همیشه
بر روی موحدین است. برای همین وقتی که موحد شدی، بعد خوارج های حقیقی رو میبینی که تو را تکفیر میکنند. بعد از موحد شدنت تو را تکفیر میکنند. اما تا موحد شدنت وقتی که صوفی بودی، به تو هیچ پروایی نداشت. به تو عقیده را اهل سنت میرساند، به تو حقیقت را اهل سنت میرساند، خوارج نمیرساند. اما وقتی که تو حقیقت را فهمیدی، موحد شدی، خوارج تو را تکفیر میکند که تو باطل هستی. برای همین است که اینها در حقیقت خدمت شیطان را میکنند. اینها در حقیقت مسلمان کشند و نصرت دهنده کفار و مشرکینند، و اینها در حقیقت خوارج ها تفریق کننده مؤمنین و موحدین. چه خیلی که وقتی که پیدا شدند تفریقه در بین مسلمان ها کردن یا نکردن؟ کردن. همیشه مسلمان کشی میکردن. الله المستعان. هر جایی که اینها پیدا شدن تفریقه به وجود میاد. برای همین وقتی که یک جماعت را دیدید که موحدین است و بعد از این دیدید که در اینجا فتنه ها به وجود آمد و یک قسم غلو کردن، همراه غلو کرده ها نباشید. همراه غلو کرده ها نباشید. همراه غلو کرده ها نباشید. زیرا که هر جایی که مسلمان ها جمع شوند، مؤمنین و موحدین جمع شوند، در اونجا اهل غلو، اهل خوارج جمع شده، به موحدین ضدیت را، تکفیر را، کشاکشی را شروع میکنه. خیلی احتیاط باشید. گپ درباره چی میرود؟ یعنی در یک جا اگر موحدین جمع شوند، ما نگفتیم که وقتی که ضد رافضه خستند اینها خوارجند. نه، رافضه ها مشرکند. کسی که رافضه را مشرک نگوید، ضد اونها نخیزد، این خودش گمراه و ضال و جهمی است. ضد حزبی ها سخن کردن، ضد قبوری و طاغوت پرست سخن کردن، این طلبات و مقتضای لا اله الا الله است. اما ضد موحدین خستن و سخن کردن، انا این از صفت خوارج. خوارج ها ضد موحدین میخیزن. خوارج در کمینگاه هست، همیشه تماشا میکنند. هر وقتا که مسلمان موحد قوی شد، به ضد موحدین میخیزن. الله المستعان. برای همین اهل سنت، برادران و خواهران، احتیاط باشید. زیرا که ما دیدیم در طول تاریخ وقتی که آموختیم، دیدیم که زن و مرد بسیار به دام خوارج ها غلطیدند و میغلطند. صفت ششمین خوارج ها همین است که خیلی که از احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آموختیم، آنها جاهل بر دین است. در دین الله جاهلند. خیلی که ما امروز میبینیم، خیلی که بودند، خیلی که جاهل بودند. از همون قدیمه خوارج قدیم و خوارج جدید در این صفت ها مشترکند. در همه این صفت ها مشترکند. به مسلمان ها جنگیدن، قرائت میکنند و نمیفهمند. عابد و زاهد البته در این مسئله مشترک نیست. در مسئله عبادت و زهد مشترک نیستند. امروزه خوارج ها عبادت هم ندارند، زهد هم ندارند. دروغگوی و حرامخورشون خیلی زیاد است امروزه خوارج. غلو فی الدین خوارج قدیمه و جد امروزه البته که به همدیگر مشترکند. تفریق اندازنده در بین موحدین، همیشه در حالت فتنه به موحدین، خروج به موحدین. خوارج قدیم و جدید مشترکند. در مسئله جهل فی الدین، در جهل بالدین، جاهل بودن در دین، خوارج قدیم و جدید مشترک. خیلی جاهلند. امروز خوارج ها رو ببینید، جاهل ترین انسان ها در سند است. سند ها را دروغ میسازند، کذابین است. خیلی که شما دیدید، میبینید اینها. یا خیلی که خوارج های بعضی از جوان های انا همون زبان خودمون، هم زبان خودمون رو میبینیم، جاهل ترین مردم هستند. جاهل ترین مردم، ولی در دین الله صحبت میکنند. بعضی خوارج ها یا بسیاری خوارج ها خوب صحبت میکنند، لیکن عمل های بد میکنند. این هم صفت های خوارج. یکی از صفت های خوارج که عادتا صفت یک قسم از خوارج های قدیم بود، یا بسیاری از خوارج های قدیم بود، که پیامبر گفتن سیماهم التحلیق. خیلی که امام البخاری رحمه الله روایت کردن، سیمای آنها تراشیده هست. یعنی سرشون میتراشن، بسیارتر سرشون میتراشن. نهم صفت خوارج ها این است که خردسالی
و بیعقلی، کم فهمی، که پیامبر صلی الله علیه وسلم خودشون در حدیث متفق علیه روایت شده بیان کردند که حدثاء الاسنان و سفهاء الاحلام. حدثاء الاسنان یعنی ناو دندان برآورده ها، دندان هایشون ناو است، یعنی جوان های سن سالشون خورد و این چنین کم فهم و کند فهم و خیلی هم بیعقل، بسیار چیزها رو نمیفهم. خیلی که این صفت خوارج ها هم قدیم و هم جدید است. ما امروز به من یک خوارج را مثال بیارید که خوارج باشد که پیر باشد، البته از عبازیه ها نه، عبازیه ها پیر و این و آن چند قرن است که مدت 1000 سال خوارجی ادامه دارد. اما از خوارج های جدیدی که امروز پیدا می شود در غیر از عبازی ها که خودشون عبازی نمیگویند، انکار میکنند خوارج بودنشون را، عبازی بودنشون را انکار میکنند، خودشون عبازی نمیگویند. اهل سنت میگن خوارج های عبازی، خودش عبازی میگن، ما عبازی میگن. اما این جوان های که خوارج شده ایستادند خودشون را خوارج نمیگن یا عبازی هم نمیگن، انکار میکنن، ما اهل سنت میگن. انا همین جوان هایی که خوارج شده ایستاده است، از درون اینها یگان کسی را دیدید که از 40 ساله بالا باشد، از 40 ساله بالا باشد. کسی را دیدید که طول عمر علم آموخته باشد، علم قرآن. کسی را دیدید که خوارج را دیدید که حافظ قرآن باشد، هزارها حدیث ها را از یاد کرده، حدیث های رسول الله را باشد. خوارج ها را دیدید که قرآن و سنت را، شرحش را، تفسیرش را سند به سند از صحابه روایت شده را آموخته باشد، علم داشته باشد. یعنی آیا خوارج را دیدید که طول عمر از خردسالیش به حفظ قرآن و سنت و فهم و منهج مشغول شده باشد، 10 سال خود را به علم بخشیده باشد و پیر شده یا کلانسال شده عقلش به درجه مستحکمی رسیده لیک خوارج باشد؟ همین خیلی خوارج را شما یافته میتونید؟ نه، وجود نداره. خوارج هایی که هست که امروز ما میبینیم، اگر پیران سالش 35 باشد، 35-40 ساله باشد یا 35 هم بعضش نیست، اینها اصلا قرآن را حفظ نیست، احادیث های رسول اکرم صلی الله علیه و آله را حفظ نیست، اصلا قرآن و سنت را به فهم صحابه نآموخته، اصلا به علم آموزی یگان وقت مشغول نشده. اینها آمدند میگشتند کوچه به کوچه مثل دیدوها، بیراهه ها، بی ادب ها، بعضش به ادب بعضش بی ادب میگشت. یک آدم عادی، قسمش دهقان، قسمش تاجر، قسمش تاکسی میگشت. اما یک روزی آمدند و یک روز در مدت 1 هفته علامه شدند. همه علمای خلف به همه علمای سلف را تکفیر میکنند. 4-5 مسئله دارند، غیر از تکفیر دیگر هیچ چیزی نیست. و همین تکفیرشان هم فقط به ضد اهل توحید، نه دیگر کفار مشرک. شب و روز به اهل توحید، ضدیت به اهل توحید مشغول، هیچ چیزی ندارند و خیلی بیعقل و کم فهم هستند. حالت امت را هرگز نمیفهمند، غیر از خودش تنها دیگر هیچ کسی ندارد. امت گفتن چیزی در نزد این خوارج ها وجود ندارد، جماعت گفتن چیزی در نزد این خوارج ها وجود ندارد. همه را تکفیر کرده، در یک روز 5 مراتب خودش را هم تکفیر میکنند. در حقیقت اینها خردسالان. امروز جوانهایی که 4-5 جوانی که از همین همزبانهای ما از ایران و افغانستان و تاجیکستان هست، یا از ازبکستان هم بعضی دیدیم، یا از روسبان هم دیدیم، این خوارج ها همیشه 25 18 15 20 ساله به 30 ساله ندیدیم رفتهش. و یگان نفر اینها را ندیدیم که علم آموخته باشه، هرگز کوچگی ها هستند. و یگان نفر اینها را ندیدیم که آداب و اخلاق و فهم داشته باشه. عیناً همون صفتی که رسول الله صادق المصدوق گفته بودند که اینها سن سال خوارج ها کم است
پایان است خیلی یاش بچه ها. و این چنین خیلی بیعقل و بیفهم. سبحان الله. در حقیقت رسول الله حق گفتن و راست گفتن. دهمین صفتی که ما از اینها آموختیم این است که شجاعت خوارج ها و یک تشنگی برای جنگ و خونریزی به مسلمان ها داشتن. در اونها یک شجاعت هست که شجاعت غیر شرعی. برادر عزیزم همیشه بدون که هر یک چیزی که در شریعت خوب است حد و حدود دارد. همین نماز خوب است، فرض الله است، بهترین عبادت است، لیکن به خودی شرط و شروط و قواعد دارد. همه عبادات که در شریعت است به خودش حد و حدود دایره دارد. شجاعت هم دایره دارد. من شجاعت دارم گفته برآمده به امیر مسلمان صحبت ناسزا گفتن، تحقیر کردن، خروج کردن، تکفیر کردن. من شجاعت دارم گفته علماهای اهل سنت را، شیخهای اهل سنت و الجماعت را، طالب علمان اهل سنت و الجماعت را تحقیر کردن، ناسزا گفتن، تکفیر کردن. من شجاعت دارم، من زور هستم گفته برآمده علمای سلف صالح را از یک طرف تکفیر کردن و تحقیر کردن. این شجاعت نیست، این غلو است. غلو در شجاعت. چخیلی که ما میگیم یک از نظر دنیوی هم من شجاعت دارم میگه، شجاعت داشته باشم در پهلوی پدرت خودت را پایان میگیری، خودت را قناتت را جمع میکنی، خودت را هیچ کس میگیری، شکسته در پهلوی پدرت میستی، به پدرش شجاعت خودت صرف نمیکنی. انا همچنین است. یعنی شجاعت قاعده قانون خودش دارد. خوارج ها شجاعتشان را به بالای موحدین و مسلمین صرف کرده فقط به مسلمان کشی، به تکفیر مسلمان ها نشان میده. شجاعتشان را به جای لازمه صرف نمیکنه. انمین است مشکلی خوارج. و بعضی ها به خاطر شجاعتشان، شجاعت غیر شرعی، علم آموختن نمیخواهد، علم آموختن را مسخره میکند، تحقیر میکند. مشایخ و علمای اهل سنتی که به آموزانیدن علم شریعت مشغولند تحقیر میکند، تهوین میکند. حالا آن که این شریعت را بدون آموزانیدن منتشر کردنش ناممکن است، نصرت دادنش ناممکن است، اما در نزد خوارج این قاعده قانون وجود ندارد. صفت 11 خوارج این است که بدترین خلق که در روی زمین کشته می شوند، بدترین خلق در روی زمین خوارج ها هستند. میگن شر الخلق والخلیقه، بدترین خلق و بدترین خلیقه آفریده شده. چلی که در روایت صحیح مسلم ما در حلقه اول گفتیم. شما شاید سوال بکنید که طاغوت ها هست، مثلا کفار مشرکین است، نخود خوارجی که بعضش کافر نمی شود، بسیاری اینها چگونه بدترین خلق میشد؟ به خاطر آن که طاغوت معلوم است و مشهور است، الهیده بیرون از اسلام است. کفار مشرکین هم الهیده است، هرگز به درون اسلام، به درون مسلمان ها آنها در آمده آشکار فتنه کرده نمیتوانند، مردم اونها را میشناسند. اما خوارج از درون امت را بد میکند، از درون امت مسلمان کشی میکند. برای همین گفتم از سبب کشتارش، از سبب خون مال مسلمان را حلال کردنش. خون مال مسلمان قدر و قیمت دارد. خون مسلمان احترامش از کعبه بلندتر است. میگن رسول الله صلی الله علیه وسلم از خانه کعبه دیده احترام یک مؤمن موحد بلندتر است. شما میفهمید چی گفتنی است؟ همین مؤمن مسلمانی که اینقدر احترام دارد، قدر و قیمت دارد، خوارج میباید هزارها نفر اینها را کشتن میگه. برای این بدترین است. اگرچه جهمی ها فسادش، حکمش، کفرش از خوارج دیده بدتر است. خیلی که علما به اجماع نقل میکنند خوارج بدتر است خوارج، اما از خوارج دیده جهمی ها مفسدش، فسادش،
ضررش، برای منتشر کردن کفرش جهمی ها بدتر و سخت‌تر است. پناه میبریم از الله سبحانه و تعالی از این دو قنات خوارج، از این دو قنات شیطان بگیم، معذرت خواهی میگم، قنات شیطان که قنات راست شیطان که این جهمی هاست که امت را به فنا کشیده، و قنات چپ شیطان که این خوارج هست. همین دو فرقه امت را به فنا کشیده. اخزهم الله. بارک الله فیکم. کشته شده های خوارج بدترین کشته شده ها، خیلی که ما روایت رو از طبرانی به شما روایت کردیم که رسول الله گفتن شر قتل تحت ادیم السماء، بدترین کشته شده ها در زیر همین آسمان خوارج ها هستند. و یکی از صفت دیگری خوارج ها، 13مین صفت خوارج هایی که ما از احادیث رسول اکرم آموختیم، همین خوارج ها به درجه می روند که از دین خارج می شوند. خیلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کردند در حدیث متفق علیه در صحیحین بخاری مسلم آمده که رسول الله گفتند یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه. از دین خوارج ها بیرون می شود چگونه که تیر از کمان بیرون می شود، یعنی از ملت اسلام بیرون می شود، کافر می شود. خیلی که ما به شما غلات های نجداتی که به درجه رسید، غلات اجاریده را، غلات های بویسیه را بیان کردیم که به کفرها رسیدند، به کفر رسیدند. از انکار کردن سوره های قرآن، از تکفیر خلیفتین عثمان و علی رضی الله عنهم، از حلال کردن اولا از ظاهر مسلمان ها را قبول نکردن و بعد از این حلال کردن خون مال این مسلمان ها، و انا همچنین که اینها کفر اکبر است. حلال کردن بعضی از محرمات، مجوسی رو زن کرده گرفتن، نصرانی رو با نصرانی دختر دادن جایز گفتن و غیره و غیره. از دین بیرون میشن. عاقبت غلو هم کفر است، عاقبت بی‌پرواهی هم کفر است. بی‌پروا شوید، بشکننده دهم اعراض به واقع میشوید. سخت غلو کنید، خوارج شده از دین میبرید. مسلمان ها باید همیشه در وسط باشد. خیلی که رسول الله گفت خیر الامور اوسطها، امت ما وسط است. وسط این نیست که تو شما والعیاذ بالله به مانند مدخلی ها وسط بفهمید. مدخلی ها میگه که وسطیه گفته، بالاخره مذهب جهمی را وسطیه میگه. نه، مذهب جهمی وسطیه نیست، مذهب شیطانی است. وسط همین وسط یک در قرآن و سنت عقیده اهل سنت است. طاغوت است، کافر و مشرک است، مسلمان است، به ظاهر میگیره. همین است وسط در بین خوارج و در بین جهمی. دیگر وسطی نیست. مدخلی ها وسطی نیست، مدخلی ها جهمی هستند. 14مین صفت خوارج هایی که در احادیث آمده است خوندیم، چلی که در مسند احمد ابن حنبل آمده است، خوارج ها داخل جهنم میشوند. و پیامبر گفتند که خوارج ها در جهنم کلاب النار است، کلاب دوزخ است، سگ‌های دوزخ است. سبحان الله. به خاطر دین گفته خوارج ها اینقدر هنر میکنند، حیات خود به فنا میکشند، اینقدر آدم کشی میکنند، اینقدر جبر و ظلم میکنند به خودشون، اینقدر قرآن میخوانند و نماز میخوانند، بالاخره لیکن در آخر سگ جهنم میشن. برای چی؟ برای که غلو از پیش خود عقیده ساختن، از پیش خود عبادت ساختن. حد دارید، غلو نکنید. الله غلو کردن را نه فقط به دین ما، نه فقط به این امت، به محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم و امتش من کرده، بلکه غلو در همه دینهای پیامبرانی که پیش آمده بودند، امتهای پیش گذشته، ممنوع بود، حرام بود. غلو همیشه حرام است. و بی‌پروایی و جفات و تفریط کردن هم جهمیگی هم در همه دینها حرام است. الله میگه لا تغلو فی دینکم. اهل کتاب میگه ده اهل کتاب غلو نکنید در دینتون، و این هم به دین ما هم است. در دینتون غلو نکنید. الله میگه سبحان الله، ببینید کمی بی‌پروایی کنید جهمی میشوید، کمی از حد گذرید خوارج میشوید. این دلالت میکرد که مسلمان ها
باید دین خود را آموزند و خود را در همین بین، در اساس قرآن و سنت، در منهج سلفین اومد، در همون منهجی که رسول الله گفتند باید در اساس علم بدارد. و این کدام وقت ممکن است؟ همان وقتی که شما در پهلوی علمای اهل سنت باشید، همان وقتی که شما دست جمع باشید، همراه جماعت اهل سنت باشید، همراه علما و طالب علمان اهل سنت باشید. در غیر این صورت ناممکن است بدون علمای اهل سنت، بدون طالب علمان اهل سنت، یک انسان جاهل به علم خودش در بین ایستادنش هرگز ناممکن است، افسانه است، نمیشه. یا جهمی است یا خواری است. برای همین ما حالتهای بود که جهمی انسانها را نصیحت میکردیم که تو جهمی هستی توبه کن، اهل سنت شو. دیدیم که آوازه شد که توبه کرده است از جهمیگش، دیدیم که خواری شده است. به سبب چی؟ به سبب این که توبه کردنش و بازگشتنش هم نه در اساس منهج بود، در اساس هوا و هوسش. بعضی کسای خوارج ها رو میبینید توبه میکند از خواریجش، جهمی میرود. جهمی رو میبینی که توبه کرده، مدخلی رو میبینی که توبه کرده، به خوارج رفت. در وسط ایستادن، در همون منهجی که رسول الله بیان کردن ایستادن، در همون راه مستقیم، و ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، و درستی که این راه مستقیم است، در این استقامت کن، راست بیست و به دیگر راه چه نرو. گفت الله سبحانه و تعالی. رسول الله اینو را شرح دادن، یک خط راست رو کشیدن، گفتن انمین راه راست تو باید روی، وسط است، انمین راه راست وسط است. قرآن و سنت فهم سلفین اومد انمین است، وسط، دیگر وسطیه مابینی وجود نداره. یا غلو کرده خوارج میشوی، یا بے پروایی کرده جهمی میشوی. امروز اکثریت این کسانی که خود را به امت نسبت میدهند جهمیند. جهمی منتشر شد. سبب منتشر شدن جهمی این است که جهمی ها به مردم از جانب دنیوی معقول شد. در دین جهمی زهد وجود ندارد، عبادت وجود ندارد، ترس از الله وجود ندارد. تمام نمود گناه را بکنی، بخور، خواب بکن، لذت بکن، حرام ها را، همه کار را بکن، بگرد. یعنی از این جانب شیطان از جانب مذهب جهمی ها مردم را فریب داد. برای این امت وقتی که به فتنه جهمی ها داده شد و در بین این امت فتنه جهمی ها منتشر شد، امت شکست خود، پراکنده شد به سبب عقیده جهمی. زیرا که عقیده جهمی ها تمام دروازه های کفر را باز میکند، بوکه ندارد، هر کار میکنی بوکه ندارد. از جانب دیگر خوارج ها سختگیر که هستند، غلو کردند، اما وسط اهل سنت است که نه غلو میکنی نه بی‌پروا میشی. این بود 14 صفت خوارج هایی که از احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آموختیم در حلقه گذشته. من فکر میکردم که در همین حلقه ما هم صفت های خوارج را گرفته میتوانیم، تمام میکنیم، و هم عقیده های خوارج و فکرهای اونها را که ما از خوارج القدیم آموختیم مختصرا بیان میکنیم. اما متاسفانه حالا 40 دقیقه تقریبا صحبت کردیم. اگر ما درباره عقیده خوارج ها گپ زنیم 40-50 دقیقه دیگر صحبت می رود. زیرا که ما از همون خوارج های حروری که حروری میگیم، نهراوندی میگیم، یا که همونها را محکمه میگیم، از همون وقت عقیده چی عقیده پیدا شد. عقیده یکم اینها، عقیده دوم اینها، عقیده سوم اینها، ازاریقه، اجاریده، اباضیه، اجاریده، نجدات، بویسیه، که هر یک اینها با خودش 10 ها 15 ها فرقه دارد. عقیده های گوناگون اینها رو ما به شما ذکر میکنیم که تا که به شما انیق و دقیق شود که ما وقتی که خوارج ها رو آموختیم چی عقیده های جدیدی خوارج های قدیم رو آموختیم، و بعد از این به خوارج ها چگونه معامله میکردن سلف یک بار مختصر بیان میکنیم خوارج قدیم رو، و بعد از این به خوارج جدید میگذاریم. این مهم است که ما صفات های خوارج ها رو که آموختیم از سنت رسول الله خوب بدونیم، زیرا که امروزه خوارج ها را صفتش را قیاس میکنیم به خوارج های گذشته و به ادب های گذشته، امروزه به ادب ها رو، و این چنین عقیده های خوارج های قدیمه را
ما باید انیق و دقیق بدانیم که در کدام دور و زمان کدام عقیده ها به وجود آمد که ما امروز این خوارج های پراکنده را که خودشان را به اهل سنت نسبت میدهند و اهل سنت از اونها برا هست، بدانیم که به کدام از این یک فرقه های خوارج قدیم اینها منتسب هستند یا نزدیک هستند و بعد از این خوب شناخته میشن. بارک الله فیکم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. در حلقه آینده عقیده خوارج های قدیم رو مختصرا همش رو به شما یک به یک ذکر میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.